حالا میخوایم ببینیم همینو بزنیم یعنی چه شکلی میشه. دستمون رو میذاریم روی همین نواحی تقریبا تا 2 سانت بالا، 1.5 سانت بالاتر از این نقاط. حالا اربطتون رو بندازیم بالا، یه خورده این مفیستون میشه دیگه، درسته؟ حالا مفیستون رو میخواین چجوری جلوشو بگیرین؟ این یه قسمت اکتیو عضله اینه دیگه، این یه قله‌ایه، این یه کوهیه. تو بالاترین قسمت این کوه یه تزریق انجام میدین. البته چقدر؟ دوباره کمتر از 1 واحد ها. بالا دوباره بندازین. این دوباره بالاتر این قسمت اکتیوه، تو این قسمت بالاش یه تزریق میکنیم. بالا بندازین. ایشون خیلی فرونتالیس اکتیوی داره، بهتره که فرونتالیسشو بزنیم. در واقع میگن عضله فرونتالیس 2 قسمت داره، یکی تا 2.5 سانت، یکی 2.5 سانت به بعده. این میاره در واقع سر و پایین، این ابرو رو میاره بالا. محل تقاطع اینا رو میگن نقطه تلاقیه که باید بالا این تزریق بکنه. دوباره 2 تا تزریق توی کانتوس داخلی. کانتوس خارجی هم که نمیخواد چون اینجا رو زدیم دیگه. بخندیم. اینجور چشتون رو فشار بدیم. انا کنیم. اینجور. آره خب نگاه میکنیم باز ایشون خیلی چینای دور چششون سوپریوره خیلی. یعنی سوپریور و مدیاله، مثلا اینفریور نداره. اصلا دلیلی نداره ما این اینفریورش رو الان بزنیم. به جز اینکه ریسک انتشار رو به در واقع زایگوماتیک زیاد میکنیم فایده نداره. اون چیزی که در حالا پرسیدین الیاف ابرو چجوری میشه برد بالا، همین قسمت لترال ابرو در واقع عضله سوپرولترال عضله اوربیکولاریس که بزنیم یه کمی رها میکنه میاد بالا. مثلا بالا بندازیم، مثلا ایشون یکم میتونه بیاد بالا. برگردین سمت من. ماشاءالله اینم کار نمیکنه. خیر تکیه ببین اینجوری با این سیستمی که شما رقیق میکنید، اگه در نظر بگیرید همین با 2.5 خیلی ساده شو بخوام بگم که واحدی نگم، شما این 3 تا تزریق مرکزی رو یه دونه خط بزرگ میزنید، باقی جاها رو نصف خط بزرگ، یه چیز ساده و لوریش. ولی خب مثلا میتونید کاستماایز کنید به حسب شرایط. این تزریق مرکزی و اینتراماسکولار بعضی‌ها میگن موقع تزریق این در واقع کروگیتور خوبه که دستتون رو به اوربیت بذارید، باز دیفیوژن به سمت داخل پیدا نکنه، به سمت پایین، به سمت پایین و داخل رو بون. دستمون میشه اینم بدیم بیاش گاز یعنی منظور. مرسی. این تزریق اگه اونجا انگشتتون نمیذاری اینجا حتما بذارید، دستتون رو روی سوراخ اینفراورتال بذارید خیلی سفت به سمت مدیال و اینفریور. اینجوری باید قشنگ بیاد بالا سطحی. این یه تزریق تقریبا سیف تو ناحیه گلابل است البته از نظر من. فرونتالیس رو سطحی تزریق میکنیم دوباره. این بچه‌ها هر چه این قسمته که مفیستو میشه رو هر چی کمتر میتونیم بزنیم بهتر. خیلی کم واقعا از این نصف خط این کافیه و بازم خیلی سطحی. فقط این سوزنتون وارد میشه ببینید چقدر سطحی، نمیدونم معنی کنه. خیلی سطحی و این نصف خط کوچیک همینقدر. گفتم عضله فرونتالیس قسمت سطحیشه که بیشتر چین ایجاد میکنه، عمقیش لواتوره. عمقش اگه بزنی ممکنه بیفته دیگه، چون لیفت میگیره، لویتوره.
خوبین؟ اینم که لثه به سمت بالا و خارج تزریق میکنه. تنها جایی که تو چشم احتمال دیپلوپیا وجود داره این تزریق کنار کانتوسه دیگه. عضله لترال رکتوس میاد تا اینجا خیلی سطحی میشه. اینجا باید 1.5 سانت رو کاملا رعایت کنید. من تا حالا ندیدم کسی دیپلوپی داشته باشه. خیلی خوب، دستتون اینجا نگه. تموم شد. اگه سوالی داریم بگید.